دولت سلجوقیان پایتختش یک وقتا اصفهان شد. این دولت در نتیجه ضبط‌کاری‌های قبیله‌های بادیه‌نشین غوز و پیشوایان سلاله سلجوقیان طغرلبک سلجوقی، الپ ارسلان ملیکشاه سلجوقی و جلال‌الدین ملیکشاه تشکیل شده است. مرز دولت سلجوقیان در غرب تا بحرهای میان زمین و مرمر، در شرق تا قاشقر، در شمال تا بحر ارل و در جنوب تا خلیج فارس و بیابان سوریه طول کشیده بود. تاجیکان و فارس‌ها در اداره‌کنی این دولت با عقل و ذکاوت خود موقعی خاصه داشتند. یکی از وزیران نامدار دولت سلجوقیان که 30 سال خدمت وزیری نموده تخلص نظام ملک را گرفته است. در نظام اداره‌کنی دولت سلجوقیان او کوشش نموده است که تجربه دولت سامانیان را زنده گردانیده و این وسیله عنعنه‌های ملی مدنیت آن زمان را احیا نماید. این دولت بعد فوت سلطان سنجر سال 1157 رقم خورده است.